ضمن سفر نوبتی کاری به شهر نارک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نخست در رسم مورد استفاده قرار دادن مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 در دهه چشمه جماعت دهات دکانی اشتراک کرده با بریدن لنته رمزی رسما به فعالیت مکتب نو آغاز بخشید. ای پیشوای ملت، ارزنده سعادت در عرصه سیاست، والاگذار وحدت، مردم سنا میگویند، وحدت سرا میگویند، در حق به این لایق این را جهان میگوید. مکتب با خرج 2 میلیون سومانی از جانب صاحبکار محلی محیدین تبارو بنیاد گردیده از 2 آشیانه و 14 صنفخانه تعلیمی عبارت است. در این مؤسسه تعلیمی نوبنیاد 240 نفر طالب علم در یک بس به تعلیم فرا گرفته شده. صنفخانه‌های برهوای آموزش زبان‌های خارجی، مرکز هنرآموزی دختران، صنفخانه کامپیوتری، تالار مجلسگاه و آشخانه زمانوی دارد. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی از صفت کارهای ساختمانی و امکانات و شرایط تعلیمی مکتب اظهار قناعتمندی نموده از عمل نیک صاحبکار محیدین تبارو برای سهمگذاری فعال در روند بنیادکاری و آبادانی ستایش کرد. سرور دولت امامعلی رحمان در صنفخانه‌های علاهیده و مرکز تکنولوژی هنرآموزی مکتب از خوانندگان دعوت به عمل آورد که با رفتار و کردار نمونوی تحصیل کرده در آموزش زبان‌های خارجی، از خودنمایی تکنولوژی‌های کامپیوتری و کسب هنرآموزی فعال باشند. تاکید کردن به مورد است که هر عملی بنیادکاری و سازندگی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر و ناحیه‌های مملکت جانبداری عمیق پیدا کرده، همراه با این پیشرفت و ترقیات ساحه‌های گوناگون تامین کرده می‌شوند. با بنیاد مکتب نو در دهه چشمه راه‌های محلی و کوچه‌های دهه نیز نوسازی و منفرش و آباد و زیبا شده، زمینه‌های مساعد پیشبرد زندگی بهتر و خوبتر ساکنان مهیا گردیده است.